سلام بینندگان گرامی، امروز چهارشنبه 29 ایول ساعت به وقت پراگا حالا فرصت نشر سرخط خبرهای مهم فرا رسید. من میرزا نبی خالقزاده هستم و شما را با خبرهای آخرین که تا این لحظه دسترس شدن آشنا میسازم. از همراهی شما سپاسگزارم. عالمجان محمد جانزاده رئیس نوی کمیته زبان و اصلاحات تاجیکستان ضرورت برگشتن به خط فارسی را نمی بیند، اما هر کسی خود را وارث ادبیات بزرگ هزار ساله می داند باید خط فارسی را بیاموزد. و امروز یعنی 29 ایول هنگام نشست خبری در دوشنبه در این رابطه اظهار نظر کرد. او گفت در مکاتب میانه آموزش خط فارسی پیش بینی شده است و این خط نیاگان ما و شماست که آن را باید دانم. رئیس کمیته تاکید نمود که با توجه به آنکه بازگشت به خط فارسی از نگاه اقتصادی مشکلات زیادی را می‌آورد و وقت طولانی را طلب می‌کند، برگشت به آن منطقی نیست. در عصر 21 عصر اطلاعات و کمیونیکاسیون از یک سیستم به سیستم دیگر گذشتن خط از روی منطق و فلسفه دور است. مردم را 10 ساله ها 100 ساله ها قفا می‌برد. تجربه دیگر کشورها نشان می‌دهد که بازگشت به دیگر خط مشکلات زیادی را برای مردم به میان می‌آورد. مسئله بازگشت به خط فارسی چیزی نوی نبوده. سالهاست این مسئله میان برخی افراد گوناگون مورد بحث و بررسی است. جانبداران مخالفان بازگشت به خط فارسی همیشه دلیل‌های خود را پیش می‌آورند. ادامه برنامه: در 6 ماه امسال در تاجیکستان حدود 200 نابالغ ازدواج کردند، یعنی به حساب میانه هر روز نکاح نفری ثبت شده است که سنش به 18 نرسیده است. این رقم را هلالبی قرمانزاده رئیس کمیته کار با زنان و عائله در نشست خبری و در پاسخ به سوال رادیو آزادی اعلام کرد. وی گفت این نفران یتیم یا نیمه یتیم بودند و در اساس قرار دادگاه اجازت ازدواج دادند. مقامات کار با زنان گفتند ازدواج‌های برمحل در سال 2019 246 حالت ثبت شده است. گروه‌های حقوق بشر این پدیده را همچون نقض حقوق دختران نورس ارزیابی کرده میگن ازدواج‌های برمحل به معنای از تحصیل، فعالیت و رشد اجتماعی در کنار ماندن آنها می باشد. بر اساس قانون‌های تاجیکستان سن ازدواج از 18 سالگی مقرر شده است، اما در حالت‌های استثنایی از جمله حمل بر وقت یا بیماری شدید نزدیکان جوانان می توانند با اجازه دادگاه در 17 سالگی عائله دار شوند. در تاجیکستان سال 2010 سن ازدواج 1 سال بالا برده شد و جوانان از 18 سالگی حق برپا کردن عائله را به دست آوردند. مقامات گفته بودند که این تغییرات پیش از همه با هدف حفظ حقوق دختران راه اندازی می شود تا توانند در سن بلاغت و آگاهانه عائله برپا کنند. یک دلیل دیگرش جلوگیری از خشونت خانوادگی و مساعدت در تحصیل دختران بود. ولی با این وجود بعضی از خانواده‌ها برای ازدواج پیش از وقت دختر و یا پسر خود آگاهانه شرایط فراهم می کنند. در برخی از منطقه‌های تاجیکستان به تحصیل دختران اهمیت جدی نمی‌دهند و برعکس تلاش می‌کنند که دختر قدرس را هر چه زودتر با آبرو به خانه بخت گسیل کنند. وزارت مالیه تاجیکستان میگوید در 6 ماه اول سال روان نقشه بودجه در کشور اجرا نشد. فیض‌الدین قوارزاده وزیر مالیه کشور در نشست خبریش گفت امسال به بودجه 462.3 میلیون سامانه نسبت به همین دوره سال گذشته کم وارد شده است و نقشه بودجه در این سال همگی 95.5% اجرا گشته است. به گفته وزیر مالیه در این دوره همزمان نقشه بودجه‌های محلی نیز اجرا نشده 2.2 میلیارد سامانه وارد شده است که آن نسبت به نقشه انیق شده 55.3 میلیون و نسبت به همین دوره سال گذشته 162.3 میلیون سامانه کم وارد گشته است. ریاست خدمات آتش نشانی ولایت ختلان میگوید که نسبت نسیم کریموف رئیس بازار مرکزی ناحیه شهرتوز و تعمیرگر خطهای برقی همین بازار پرونده جنایی باز شده است. نصرالدین خان سلطانزاده سرکار خدمات آتش نشانی در ولایت ختلان روز 29 ایول ضمن نشست خبری گفت که بر اساس ماده 192 کادکس جنایی یعنی رعایت نکردن قاعده‌های بی‌خطری از سوختار پرونده جنایی باز شده به دادگاه ناحیه فرستاده شده است. بر اساس این بند قانون جنایی در تاجیکستان 5 سال زندان و یا جریمه هنگفت پیش بینی شده است. سوختار در بازار شهرتوز که روز 28 می رخ داد به صاحبکاران 4 میلیون سامانه ضرر رسانده است. بینندگان گرامی، در برنامه اخبار آزادی صحبتی داریم درباره افزایش پروازهای چارتری. شما هر روز درباره باز شدن پروازهای منتظم میپرسید، سوال در میان میگذارید و در برنامه اخبار آزادی تماشا خواهیم کرد. در این باره صحبتی خواهیم داشت، با سوالهایتان پاسخ خواهید گرفت.
همچنین در ادامه همین برنامه گزارش داریم از غالبیت عجیب تکواندویست تاجیک در مسابقه که آنلاین برگزار شده است. همکار ما در دوشنبه با این ورزشکار صحبت ویدئویی داشتند و در برنامه اخبار در این باره گزارش میدیم. ما را همراهی کنید، آن را با هم تماشا میکنیم. بیننده ارجمند، ما هر لحظه و هر ساعت خبر و حادثه های تاجیکستان و جهان را پیگیری میکنیم. در برنامه اخبار شما را با آخرین تحولات تاجیکستان و جهان آشنا میسازیم. برنامه اخباری آزادی ساعت 4 به وقت دوشنبه در کانال آزادی ویدیو و سامانه رادیوی آزادی www.azadi.org مستقیم نشر می شود و ثبتش را هم می توانید آنجا ببینید. تا کمتر از 3 ساعت دیگر ما را در پخش زنده در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب و صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک همراهی کنید. از همکاری با شما سپاسگزاریم. خدا نگهدار شما.